با گفت منصبداران عراقی روز یکشنبه نیروهای دموکراتی سوریه که از سوی ایالات متحده آمریکا دستگیری می‌شوند 280 آشوبگر بازداشت شده گروه دهشت افکن دولت اسلامی و یا داعش را به عراق تسلیم نمودند. نظامیان عراقی میگویند از بین هزارها سلاح به دست داعش که در اسارت نیروهای دموکراتی سوریه میباشند بیش از 500 نفر شهروند عراق هستند. نیروهای امنیتی عراق تصدیق میکنند که 21 فوریه 130 اسیر عراقی متهم به عضویت در گروه داعش به عراق انتقال داده شدند. در اظهارات جانب عراقی تاکید شده است که روند انتقال عراقی ها تا اسیر آخرین ادامه می‌یابد. در سال 2014 سلاح به دستان داعش بخشی بزرگ عراق و سوریه را به تصرف درآورده به نام خلافت اسلامی بنیاد کردند. حالا نیروهای متفق ایالات متحده آمریکا داعش را در آخرین منطقه زیر نظارتش دهه باغوز سوریه محاصره کردند. طبق تخمین‌ها در دهه باغوز تا 7000 ساکن ملکی بند ماندند. آخر هفته گذشته نیروهای زیر رهبری کردهای سوریه هزارها ساکن آسایشته این منطقه را به جایهای امن انتقال دادند. نیروهای ما هزارها ساکن ملکی را که همچون سپر زنده استفاده می شدند با موفقیت به جایهای امن کوچاندند. اکثر آنها زنان و کودکان هستند. در آن طرف مردان را جمع کردند. ما هویت آنها را تحقیق میکنیم تا در بین آنها تروریستان پنهان نباشند. طبیعتا اگر در میان آنها تروریستان معین شدند آنها را حبس میکنند. نیروهای دموکراتی سوریه در دوام چند هفته گذشته تا 20,000 نفر را از منطقه باغوز بیرون برآوردند. عملیات نظامی در باغوز و اشغال آن از طرف کردهای سوریه خلافت 4 ساله گروه جهادی داعش را خاتمه می‌بخشد.